دوستان سلام، وقتتون بخیر. خوبید شما؟ خب میخوام در مورد این قسمت ریدینگ درس 1 رو کار کنیم و بیشتر در موردش بدونیم. حالا اگر تا اینجای کانال ما رو دنبال کردید حتما لایک، کامنت و سابسکرایب کانال ما و معرفی اون دوستانتون حتما انجام بشه و خواهشاً فراموش نشود. حالا اگر دوست دارید بریم قسمت ریدینگ. خب endangered animals ریدینگ ما در مورد حیوانات در معرض خطر هستش. خب میخونیم با هم دیگه جمله به جمله میریم جلوتر و اما قبل از اینکه من متن رو شروع کنم یه نکته دارم، اونم اینه که شما حتما یه خودکاری، یه مداد، یه چیزی در دسترستون باشه و حتما نکاتی که من اینجا میگم هی یادداشت کنید تو کتابتون. Today there are some endangered animals on earth. چند تا نکته وجود داره. اول اینکه حرف اضافه earth یعنی قبل از earth همیشه انسان ها بر روی زمین زندگی میکنن. اوکی، بر روی. حالا حرف اضافهش قبل از earth میشه on. دقت کنید تو قسمت های گذشتم حتما من بهتون گفتم که امیدوارم اون قسمت ها رو هم دیده باشید. on earth پس حرف اضافه earth میشه. معنی جمله: امروزه تعدادی از حیوانات در معرض خطر بر روی زمین وجود دارد. ببینید endangered همونطور که گفتم و خودتونم میدونید پسوند ایری گرفته. میشه چی؟ میشه صفت، میشه نقش صفت رو داره. در معرض خطر. بریم جمله بعد. It means that به این معنی که we can find only a few of them around us. ببینید نکته a few رو من تو قسمت گذشته گفتم، تو فیلم گذشته گفتم، حتما اونو دنبال کنید اگه دوست داشتید. a few یعنی یه تعداد کمی وجود داره. به این معنی که ما میتونیم تعداد کمی از اونها رو دور و برمون ببینیم. Some examples بعضی از مثالاشون are whales. whale میشه نهنگ. pandas tigers ببرها and Asian elephants فیل‌های آسیایی. Human destroy the natural homes of the animals in the forest. ببینید natural دوستان natural پس گفتیم نقش صفت رو داره و پسوند AL گرفته. حواستون باشه AL میشه. خب ادامه جمله بریم. Lakes and plains انسان‌ها خانه‌های طبیعی حیوانات رو در جنگل‌ها، لیکس میشه دریاچه ها و پلینز هم میشه دشت ها دارن تخریب میکنن. تخریب destroy دوستان میشه تخریب کردن یا نابود کردن. When the number of people on earth increases وقتی که تعداد انسان ها بر روی کره زمین داره افزایش پیدا میکنه they need more places for living. اونا به مکانهای بیشتری برای زندگی کردن نیاز دارن. They cut down trees and destroy lakes. اونها یعنی انسان‌ها. They یعنی انسان‌ها درختان را میبرند و دریاچه ها را نابود میکنند. ببینید لیک دوستان، لیک میشه دریاچه، ریور میشه رودخانه. تفاوت دریاچه و رودخانه رو هم حتما میدونید. They make homes and roads instead. اونا خونه میسازن و جاده همینطور. یعنی در واقع به جای درخت‌ها و دریاچه ها خونه و جاده میسازن. Then the animals سپس حیوانات won't have a place to live. ببینید دوستان won't میشه، حالا انشاءالله تو بخش گرامر براتون بیشتر توضیح میدم. شکل خلاصه will not میشه won't. اینجا دقت کنید won't will not. خب سپس حیوانات
جایی برای زندگی کردن نخواهند داشت. They will die out. اونا منقرض خواهند شد یا نابود خواهند شد. Will die out. در آینده. زمانی که ما میخوام در این جمله این درس با هم صحبت کنیم زمان آینده استمراری هستش. Will die out. بریم پاراگراف بعدی. The Iranian cheetah is among these animals. یوزپلنگای ایرانی در میان این حیوانات هستش. This wild animal, این حیوانات وحشی یا این حیوان وحشی lives only in the plains of Iran. فقط و فقط در دشت‌های ایران داره در واقع زندگی میکنه. Now, امروزه اکنون there are only a few Iranian cheetahs alive. همکنون تعداد خیلی کمی است یا تعداد کمی از یوزپلنگ‌های ایرانی زندن. alive یعنی زنده دوستان. جمله شرطی بعدی دقت کنید. گفته if people take care of them. اگر مردم از اونا مراقبت کنند there is hope for this beautiful animal to live. این امید هستش که این حیوان زنده در واقع این حیوان زیبا زنده بمونه. بریم بند بعدی. گفته recently یعنی اخیراً. recent یعنی اخیر، جدید. recently نقش قید رو داره یعنی اخیراً، جدیداً. families pay more attention to nature. Students learn about saving wildlife and some hunters don't go hunting anymore. معنی جمله چی میشه؟ گفته که اخیراً خانواده ها pay more attention حتما تو بخش new expressions اونجا من گفتم حتما فیلمش رو نگاه کنید دوستان. pay more attention میشه توجه کردن، توجه بیشتری کردن. خانواده ها دارن توجه بیشتری به طبیعت میکنن. دانش آموزان در مورد حفظ حیات وحش دارن نکات یا در واقع یاد میگیرن. و بعضی از شکارچیان، ببینید دوستان، هانتر میشه شکارچی، صیاد. هانترز اسم جمع. خود هانت، فعل هانت، کلمه هانت یعنی شکار کردن. هانتر میشه اسمش یعنی شکارچی یا صیاد. هانترز اسم جمعشه دیگه. Some hunters don't go hunting anymore. ببینید anymore میشه دیگر یعنی در واقع خب معنیش میشه که بعضی از صیادان یا شکارچیان دیگر به چی؟ به شکار نمی روند. Don't go hunting anymore. دیگه به شکار نمی روند. In this way در این صورت the number of cheetahs تعداد یوزپلنگ‌ها is going to increase in the future. و به این روش هستش که تعداد یوزپلنگ‌ها در آینده در حال افزایش هستش. ببینید تو همین بخش ریدینگ 3 تا قسمت داریم که باید بهشون پاسخ بدیم. در ابتدا قسمت A choose the best answer. ببینید تو صفحه داره میبینید reading comprehension هستش و باید بهش جواب بدیم. قسمت A گفته که بهترین گزینه رو انتخاب کنید دیگه. Part 1 Which of the followings کدوم یک از این ستای پایینی یا ستا گزینه‌ای که اومده A, B یا C isn't an endangered animal. کدوم یک از این ستا یک حیوان در معرض خطر نیست؟ A, B یا C کدومش به نظرتون؟ A panda, a cheetah or a horse? Okay, a horse. Number 2 Where is the natural home of the Iranian cheetah? گفته که خونه طبیعی یوزپلنگ ایرانی کجاست؟ Number 8 or forest جنگل plain دشت or mountain کوه کدومش؟ اوکی plain تو دشت دیگه. Number 3 Which place isn't a
natural home of wild animals. گفته کدومی که از این سه تا گزینه پایینی یا مکان پایینی محل در واقع خونه طبیعی حیوانات وحشی نیست. A park, a lake, a jungle. کدومش؟ خب مشخصه یه حیوان وحشی تو پارک نمیاد. تو لیک هستش، مثلا والها میتونن باشن و سایر حیوانات در معرض خطر تو جنگل هستش ولی تو پارک نیستش. بخش بی رو بریم. گفته که true false بخش صحیح و غلط هستش. number 1 in the past or in the past many hunters paid attention to wildlife. گفته در گذشته بسیاری از صیادان به حیات وحش توجه خاصی داشتن، توجه میکردن که این غلطه. It is false. number 2 families are interested in protecting nature. گفته خانواده ها دارن از طبیعت در واقع علاقه‌مند به محافظت از طبیعت هستن. بله طبق مرد درسته. It is true. number 3 when people take care of cheetahs وقتی که افراد از یوزپلنگا مراقبت میکنن the number of these animals will increase. تعداد این حیوانات در حال افزایش یا افزایش پیدا میکنه. It is true. نه درسته. خب قسمت C گفته که این دو تا بخش دو تا نیمه رو به هم دیگه وصل کنیم. Math two halves. این دو تا نیمه رو به هم دیگه وصل کنیم. Number one when only a few numbers of an animal live on earth. طبق متنی که داشتیم گفته که وقتی که تعدادی کمی از در واقع یک حیوان بر روی زمین زنده باشد از بین اون 4 تا گزینه روبرو کدومش میشه در واقع باید بهش متصلش کنیم به نظرتون؟ نام A, B, C and D کدومش به نظرتون؟ خب وقتی که یه حیوانی در واقع تعدادش کم باشه خب مشخصه که در معرض خطر هستش. کدومش میشه؟ آفرین گزینه B. گزینه B means that به این معنی که it is an endangered animal. این یه حیوان در معرض خطره. چون تعدادش پایینه خب لزوما به این معنی که در معرض خطر هستش. number 2 قسمت سوال 2 یا قسمت 2 رو با هم بریم. if we take care of Iranian cheetahs وقتی که ما از یوزپلنگ‌های ایرانی مراقبت کنیم چه اتفاقی میفته؟ در قسمت بعدش نیمه دومش چه اتفاقی میفته؟ بین اون سه تا گزینه باقی مونده میشه ای گفته when their number increases. خب این بهش نمیخوره. گزینه C some hunters go hunting این هم بهش نمیخوره. they will live in the future. خب مشخصه گزینه D میشه اونا در آینده زنده خواهند موند. حالا اگه ما از یه حیوانی مراقبت کنیم خب مسلمه که در آینده نسلش زنده خواهد موند. و قسمت 3 رو در بخش پایانی بریم و تمام کنیم این بخش رو. People need more places for living. افراد مکانهای بیشتری برای زندگی کردن نیاز دارند. چه زمانی؟ تو متن خوندیم ما زمانی که تعداد انسان‌ها بر روی کره زمین افزایش پیدا کنه خب نیاز بیشتری برای زندگی کردن خواهند داشت. مکان‌های بیشتری رو باید در جستجوش باشن. کدومش میشه؟ when their number increases. وقتی که تعدادشون افزایش پیدا میکنه. تعدادی که انسان‌ها و این هم بخش پایانی در واقع این قسمت بود. حالا اگر وقتی که شما تماشا کردید مورد پسندتون بود حتما ما رو سابسکرایب کنید. مرسی از شما. بای فور ناو.